دوره افیروی هر وقتینه مو بعد شما دوستان بعد از اندک وقتی که نبودم در جای بودم که خیلی موج اینترنتی بود با شما نمیتوانستم خیلی با دوستانی که هر بار ما رو سراغ میکنند افیر نداره چرا نداره گفته میپرسیدن و همون خاطر هوا یک افیر کنیم گفتیم چون که یک مدت نبودم و موج اینترنت نبود که با دوستان ملاقات کنیم خیلی نشسته این زمان قرار دارم من در دوکانی زبچست فروشی نکروزجو در سامانیان دوستان کسی که ندونه آدرس تمام نمونه زبچست های ماشین ها در اینجا هست دوستان و اینچنین سکوترها برای سکوترها نیست در اینجا انجام ها یافت می شود دوستان عزیزی ما. امیدوارم که در کجایی که نباشید دوستان عزیز ما خوب و خوشحال هستید. علل خصوص مسافرها که بسیار ما رو نگاه میکنن در مسافرت خداوند همتون در کسب کاراتون برکات دهد. الین در پاهاتون خار نخلد که در دوری از وطن ها مشقت کشیده سودید و برای طلب رزق روزی اهل خانواداتون رفتگی هستید. الین هم خانواداتون و هم شما رو خداوند در حفظ و امانش نگه دارد دوستان عزیزی ما. حتما کسانی که به همین افیر ما می‌دارید پیوست میشوید. البته پیش از آن که در چت چیزی نویسید اول رفته لایک خبر گیرید دوستان تا اینکه دیگرها نیز از همین افیر ما با خبر شوند. اینچنین همین افیر ما برای ریکامنداسی روز یگان خیلی مهمان هایی که ما رو نمیشناسند در آمده با ما گفتیم که به کانال ما ابونه شوند و یک آدمای ما هم کمی هم باشه زیاد شود. راست دیگه واضح چندین نفر رو علمی جمعه رو دیدن گفتن چی وقت ما لایک می‌کنیم پیشرویتون نیست گفته و همون خاطر دوستا کمی هم باشد پدیشکه کنید به گفت روسای تو اینکه همین کانال ما هم پیشرفت کنه دوستان. از ما این زمان 22 نفر هستید. خوش آمدید همتون. نوری دیده توجی سر دوستان عزیزی ما. اولین شخصیت مهمون اولینی این شبی ما که اولین شده نویستند اکوی خورسنبک یارو هستند. گفتن که سلام علیکم و علیکم سلام اکوی خورسنبک یارو. امیدوار هستم که در گوشه که نباشه شما خوب و خوشحال هستید. خدا نگهدارتون باشه. البته اینها همش نیکی های من نسبت شما دعای نیک یعنی که دعای برادر برای برادر در خداوند انشالله امیدوار هستم که اجابت می‌کند. به همون خاطر در حق شما دعای نیک هستم. اکوی خورسنبک یارو. سلیمان سلام علیکم خوب هستید خدا راش رحمت حاجی خدا شما رو نگه دارد. اکوی سلیمان واسه گفت سلیمان یا اکوی خودم هست یا اینکه یگان شخصیتی که هم نام بر اکوی خودم هست. خیلی خوش آمدید کسی که نباشید و کامنتاری خوب نویسید. البته حرکت نید که با کامنتاریاتون دلی کسی رو نرنجانید. خدا شما رو نگه دارد. اکبر جعفر پخسه گفتم بچه پخسه و سلام الیم همشون در کجایی که نباشن خوب و خوشحال باشن. گفوتون زنگ رسمی نه چرا خیلی گنگک بوز کرده هیچ گم داره. سلام السلام علیکم چیزی میبخشید یا خوبه چیزی برز سلام علیکم گفتن و علیکم سلام اکوی برز اولوغبک سلیم سلام علیکم همسین تینجل خوبه کم نامه کو گفتم که راستی گفت ما همیشه با شما هستیم اما همین بعضا منطقه ها میشد که نمیشد با شما ملاقات کرد چون که در اونجا همون اینترنت به دست ما نمیشد چون که جایی هست که اینترنت سلاب است دوستان از ما و همون خاطر ما نمیتونیم با شما هم صحبت شیم. خورسنبک یارم که رحمت برای سخنه خوبتون زنده و سلامت باشید. بار دیگر اکوی خورسنبک یارم. الهام جان سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. شهریار غایب سلام السلام علیکم تینجا نازیده کو
سلامی بچه های مسکو را به همه رسانید. شهریار غایب از مسکو استوده برای کل بیننده‌های همین افیر ما و اینچنین من بعد همین افیر ما رو کسانی که میبینند به همشون سلام گرم و جوشان خودشون از خودی که مسکو رسانده استودند. و یک چیز پرسم اکای شهریار غایب راست گفت یک زن نوار تماشا کردم در فیسبوک که این مهاجرا را کلان کرده به مانند همون زکلوچانی ها اما کیفت به کیفت دست در کیفت یکدیگر برده ایستند. چی کار باشد اونجا اینجی باشد یعنی که اینو پروسه اون خیلی نمودی فیک باشن. راستی گفت زیق شدم همین حالت دیده در همون مسکو. محمد صمد سلام علیکم اکای عزیز. محمد صمد راستی گفت طی 12 روز بود که در مهمانی شهر شما بودیم دوستی عزیزی ما. خدا مردم اونجا نگهدار باشد. دیدیم مردمی که در اونجا برای دیگر مردم خدمت میکنن خدا همشون نگه دارد. در آسایشگاه زمرد بودیم دوستی عزیزی ما. ایام الدین زهرالدین سلام علیکم. و علیکم سلام اکای ایام الدین زهرالدین خدا شما را نگه دارد. اکا شیر محمد زیایب سلام علیکم. چه خیل کار خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. راستی گفت دکان تغییر دادیم چون که خیلی وقت در اون دکان افیر میکنیم گمان میکرد مردم که همه دکان خودمون باشد. راستی گفت ما خیلی جای انیق نداریم ما خیلی استودیو نداریم که در اونجا با کرسله خود نشسته با اون چراغای خودمون چراغان کرده نشسته با شما ملاقات کنیم. همین جای خوب مثلا همین دکان نکروزیون راستی گفت همین جا آمدیم اجازه دادن در همین نشسته با شما ملاقات کرده ایستادیم دوستان عزیزی ما. ردنوی برات سلام علیکم. علیکم سلام اکا تینجه سلام تو خوب است مرحمت نید پگه اوش با دوستی عزیز ردنوی برات. زرافشان شدگی لایک میزنیم. زنده باشد بچه زرافشان خدا همتون نگهدار باشد که گمان میکنم که خیلی مردمی زرافشان همین ما رو نگاه میکنن نه که مخلصای همین کانال ما خیلی هستن در همین زرافشان. زنده باشن مردمی زرافشان. الهام جان آقای محمد سلامتی ها خوب خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. اکای الهام جان زنده باشید برای سخنهای خوبتان. لایق زمانوف سلام علیکم. ردنای زرافشان به پیش او خطاتون نشون داره خشت رو بینن تو لایق. سلام علیکم. نه سلام به همه. زنده باشن. زنده باشه. شادی بیگ مرزاyev سلام علیکم. تینجت خدا رو شکر الحمدلله. برز آفیس علیش کرده که بله دوستان با اجازه نکروزجان که همین صاحب همین دکان هستن مغازه زبچه است. کسانی که در روسیه هستید میتونید زکاس نه زبچسته ماشینایی که همین تویسون بردید یکا دستافکتون میکنن ان شاء الله. هم تا نکروزجان روسیه دستافکت میکنید نه؟ لوبوجو روسیه کلینش و روسیه هم برافت ماشین میافته. آه انا دوستان عزیزی مسکو. سلیمان سلامت باشد حاجی خداوند نگهبان باشد شما رو. رحمت برای دعای نیکتون. الهام جان رحمت. اسرار حسین سلام علیکم. ارکوس بچه ارکوس خدا نگهدار باشد. قاسم و مرزا حیات قاسم و مرزا حیات بابا حیات با تینجه سلامتان خوب است. به نظرم نام و فامیلتان خیلی شناس و برای من ایلیم در کجایی که باشه خدا شما را نگه دارد. قاسم و مرزا حیات. دان صفا سلام علیکم. نیکروز سخت سلام گوید. دانیار سرگوت اورا اورا دانیار سخت سلام گوید. انا نیکروز رو نگاه کنید بینن تو چهره دانیار. انا دوستان عزیزمون دستگیر فراموش نکنید. دان صفا. دان صفا بختیار نه تالا رسیدیم. رسیدیم. شهریار غیا به دکومنتار این خیلی برسودیان. کسی که دکومنت نمیکند همین خیلی میبرنش اکوا خیلی و خیبت بخیر شود و به دکومنتار خداوند
دکیمنتاشون طوری کنه تا اینکه اونها نیست. البته هر یک جا قاعده های خود را دارد، باید و همون قاعده ها عمل کرد تا اینکه بی خوف و خطر زندگی کردن. و البته راستیگه با آنه ساله پیشه نیست، حاضر دیپارتاسی هم کردنش ممکن، برای خاطر باید دکیمنت کنن بهتر میشه. خدا در حفظ امانش همونه که من دیدم و که با مانند همونا رو همیشه نجات یاد از دست این مردمی که اونها رو غم میتین. البته با هر یک کس با سزای عملی خودش به این گونه حالت ها میافتد. خواهد دعا کنیم که همشون سوق سلامت دکیمنت شاکن سرشون تیاد. مهراب زیایف سلام علیکم. و علیکم سلام. ردنای برات سلامت باشید، زنده باشید ردنای. شهریار غایب همه جا تینجه اکو بی خواتیر. سلامت باشید، زنده و سلامت باشید. سعدالدین نظاموف سلام علیکم. اکو آفیس اولیش کردید که حق چون میکنیم راستی گفت بمانند پیاز در اینجا نسبزیده، یکی با اینجا بینیم زاره می سبزیده باشیم در اینجا. هر یک دکان با خودش یک شرافتی داره. یکی سنج میبینیم که این دکان نکروزیان چگونه شرافتی ها دارد. دوستان عزیزی من راستی گفت در دکان اهرخوجه بودم، بعضی کسا باید میکرده، این البته برای شوخی میگویم، بعضی کسا میگو که تورت ایسوسو اکه راستی گفت مگزین زفشست در آمدیم ببینم میگو سپونسر پیدا میشه که زفشستی موشیم و گفته همین جد در آمدیم. دوستان زنده باشه سعدالدین نظام. البته این شوخی بود. مهراب زیای به فکرم بخیر از مگزین از دیگر جای دیگر اینترنت نمیخپد. نه دوستان میخپد، پروسا من از جای آمدم با همین اکو هم صحبت شدم. بعد راستی یک الهام آمد با شما دوستان ملاقات کنم، ببینم که در چه حال احوال هستید دوستان عزیزی ما. ایامدی زردم نکروز سلام گوید. ایامدین شما سلام گوید، زنده باشم. چاس دروژ جیزنی سلام علیکم. علیکم سلام. فیضلی غنیف سلام علیکم. تینجا کرونا است، خدا رو شکر. آرزو من خدا رو شکر با دعای شما دوستان عزیزی ما خوب و خوشحال گشتیم. زنده باشه. سعدالدین نظام در اینجا سلیدار گیره گونه سلیدار انشاءالله. ایامدی زهردین عبدالجلیل سلام گفت سودیان زنده باشن اکوی عبدالجلیل. دیگه گپای ما هم کمی باشه قطع شد. راستی ما خیلی پروگرام خاص نداریم که در همه افیرها صحبت کرده کردیم، با همون خاطر بخشش زیاد. های دوستانی که از افیر برامسن همشون خیر مقدم میگویم. رحمت برای همه خیلی در آمدن. اگر چیم کم بود یک دقیقه هم بود که در آمدن افیر ما مهمون شدن. زنده و سلامت باشن. سیفالدین سفر سلام علیکم گفتن دوستی عزیزی ما سیفالدین جان. بابات گایکال محکم میکنیم که این عدل خودش محکم میکنیم پشت بین خلود نسوارکی میریزیم همین لینو. سعدالدین نظام گفتن که نکروز گوید وای فای زند برای کلینتو زیاد شود. انشاءالله راستی همینجا کمی خیلی وای فای قین است و خیلی
میگویم چون که ام درخواست شما را قبول کننده وای فای زنان جا سرکلین میشن یکی. شهریار مومینوف سلام علیکم. و علیکم سلام اکای شهریار جان. اینجا خوبه؟ سلامتون خوبه؟ چی حال دارید؟ مهمان عزیزی ما شهریار مومینوف. ها نکر جان نگرفتم. زنده و جاوید مان هر کی نکون نام زیست. های اما خیلی گپ و دوستان عزیزی ما واسیقت در بود هوارم کمی گرم شده ایستاده است. کمی نخیل و گرم شده ایستاده است. دیاری عزیز ما تینج آرام الحمدلله آسوده باشید. غریبا در کسم کاراتون خداوند برکات کرد در کجایی که نباشید. میشه رحمت گشتیم غریبی ها با ویدیو کم شده یا اکو آخی راست دیگه گفتم که همون اسفره رفتم با خصوصا در همون تریتوری زمرد یکم مایده تیسل اینترنتش نمی قپه همون خاطر یکم خیلی نوارها هم نشد در اونجا. یک دو نوار کرده بودم هوای عملی در اینجا پرت افتم در نمی خانه. قربان یارب سلام علیکم حاجی. و علیکم سلام. تینجه که قربان چی حال داره؟ فدیا سلام علیکم به مردم مسجو از کره زنده باشند. فدیا کره خیلی همون خیلی کریگی نویسه دیگون چی تو اینکه سر مورم گرنگ شد نتونم خوندن چیز نویسته برای کیا بید اکای فدیا که راستی گم یه چیز خیلی آواز همین فکر میکنم کی باشد در اوگاندا هر بار همون چیزاش میگو انالیتیکی همون یوتیوب نگاه میکنم که در کدام شهرها ما رو نگاه میکنم اوگاندا میبرد. اوگاندا رو زنم و داخل یکی از همون منطقه های افریقا بود است. میگم در این افریقا ما رو کی نگاه میکرده باشد؟ اگر همون مهمونه که در اوگاندا هستن حتما نویسید که کی هسته شما از اوگاندا. اوگاندای افریقا. قربان یارب چا کردید حاجی مولبازار پرپسکت کردید؟ راستی گپ طول 12 روز در اسفره بودم به همون خاطر نتوانستم که اونجا در اینجا نوار کنم. اونجا فیزلیچین رفته بودم برای همین تبابت استماره به همون خاطر و گفتی شما که پرپسکت شد دو دفعه همون مولبازار. انشاءالله حرکت میکنم این چهارشنبه برای دوستان یک نوار جالب تهیه کنم تا اینکه دوستان ببینند و خوشحال شوم. راستی گپ با خصوصا همین بازار گذشته را از همون بابور گفتیم که یک نوار کنیم با اون کسی هم کم خیلی منتش کردن یک آوازی تیز خیلی پدلیسش کردیم دیدگی ها دید با ندیدگی ها خدا خواهد این چهارشنبه آینده حتما نوار میشد. حاجی ای خود یکترینبورگ تماشا داریم. زنده باشد مردم یکترینبورگ، ایرکوتسک، اوسال سیبیرسک نمیدونم و در کجاهای خلاصه دوستان عزیز ما در تمام مناطق فدراسیون روسیه ما رو نگاه میکنن. در کدام مناطقی که نباشید خداوند شما رو نگه داره. خصوصا بچه خبر است ما رو نگاه میکنن زنده و سلامت باشن. رحمت که ما رو حال پرسی میکنن بچه خبر است نیست. جاویدان مولویف سلام علیکم دوستان. معلم جان تینجه سلامتون خوب است؟ کم نما شده دا تحمیل اون در مسافرت ها باشده. خداوند نگه تو دارد در کجایی که نباشه. قربان یارو هر نفس کاری خوب خداوند شفا دهد. حاجی رحمت دوستان برای دعای نیکتان خدا شما رو نگه دارد در کجایی که نباشه.
خواهی کسایی که میرن پناهاشون به خدا، یعنی که از افیرمون میرن پناهاشون به خدا رحمت. که طوری چند دقیقه که با ما بودید خیلی خوشحال میشم وقتی که خیلی مهمونه نو در آمده ما رو نگاه میکنن. دوستان عزیزی ما، خدا نگاهتان دارم. در شهر سرگوت بچه سرگوت سخت سلام میگید از نام ما. خداوند تمام مردم سرگوت در سیمای شما به تمام مردم سرگوت کشایش کار و رزق فراز را خواهان هستم. جاویدان مولای. بار دیگر میگم اینجا دکان نکروزیان است. دکان هفت و زبچست و اینچنین زبچست های سکوتر ها نیز در اینجا موجود است. کسانی که در کار باشند اگر حتما اون چیز ذکر کنن تا خود دیگم اون شهرهای فدراسیون رسیدن به فکرم دستافکه میکنن از قبیلی چیخول و دیگر نمودی و ها و اینچنین همون شخصیتی که ماشینای اوپل هم خیلی چیز دارن میتونن اونجا زکسن انجامشون دستافکه کنن. سربلند و سعادتمند باشید برای کار. رحمت معلم جان، خدا بر شما نیست و در کسب و کارتان نیست برکات دهد. الهی در غریبی ها عموما آزار نبینید، همیشه در نوش و نعمت باشید. هر چیز زودتر همون پلنی رفتهتان بود شود و باز به نزد اهل خانوادهتان باز گردید. افیریمون چسبی ساده هم دوستان همین 10 نفری که ما رو نگاه کرده ما دو افیریمون چسبی سادگیش نیست اصلا. خدا نگهبان، سلامت باشید، موفقیت. رحمت برای تمنیات خوبتون. خسرو بگر خداوند در پناهش نگهتون دارد. اکو ویدیوهای آینده رو انتظاریم. گم نیست رد نیست. خوب رحمت برای عطویتتون که مقصد نچسبیده ایستاده است همین افیریم. خسرو یارو در کدام شهر ما رو نگاه کرده شما؟ لیانتور نقص زنده باشن مردم لیانتور. یاد کنم یک کدام وقتی از درون همون لیانتور گذشته باشه. منم یک ساله 2000 نمیدونم علا چند بود، 2005 می 2004 می همون وقتا همونجا گذشتگی بودم. دوستی منم از زمین 2007 این جانب تولی با از زمین توریستان عزیز ما بیرون رفتگی نیستم. دوستی باز به فکرم خیلی خوب شده که اساس در همون گشت و گذار کردن در همون شهرهای
روسیه من سال 2006 و 7 در کراسناس بودیم. روسیه بیرنور هم نمیدیدیم. این ماشین فخردین حاج فخردین میشتیم میبریم این آبیکت اول با این آبیکت هم خیلی میگشتیم. خیلی رنگ حاضر مردم میگرد که چند زده هم رو تماشا کرده نمیگشتیم. روسیه هم ملیسر میدیدیم. روسیه درگاه نباشد میزنه اون بیا. طاهر جان تختمت سلام به اهل تاجیکان. شما چه خیلی از صحتگاه آمده سلامتی زوره. و علیکم سلام اکوی طاهر جان تختمت. این که از مهمانی اول قدر ما از خودی که هم چودگی ازبکستان هستن، هر بار اکتیو نیستن در همه افیرهای ما در آمده با ما هم صحبت میشوند و من خیلی شاد هستم از اینکه شما در آمده همین افیر ما با ما هم صحبت میشه. راست گپ و همون هفته گذشته بود در اون بازار اسفره همون دوستی گفتگیتان راست گپ طوری نشد و اگر همون قصدی ملاقات میکردیم در افیر ما و جا میشتم نگه شما میدیدش با خیلی خرسند میشدم که شما دوستان در کانال ما دیده گفته. زنده و سلامت باشید اکوی طاهر جان تختمت. مسجا سلام دوستان تینجر خوبید کرون ناز دم گرفته خدا بشو الحمدلله با دعاهای شما دوستان. در بازار اسفره فرخ را یافتید می تل کردید می؟ نه دوستان ما تلفنشون نکردم. راست گپ کمی شتابان بودیم به همون خاطر پدرم ناراحت شدن در بازار گفتن که پسرم میبرم گفتن و خسته رفتیم. راست گپ منم خیلی خوشحال میشم اگر چی همون اکای فرخ رو میافتم. اگر خداوند یگان وقت نصیب کند اگر حتما همین درخواست شما رو عملی میگردانیم. خدا نگهتان دارد. طاهر جان تختمتوف از چودگی ازبکستان که همسرحد با اشتی خودمون اجدادان شرفمندی تاجیک زنده باشند. مردم اشت نیست اگر در اینجا اشتی ها هم نباشند لیکن و مردم اشت هم در کار و بار و در زندگیشون خوبی و خرسندی رو خواهان هستند. خانهش در نزد صحتگاه بود نصیب. راست گپ کمی میدونیم با مورم اونقدرم نشد که هم صحبت شدم. راست گپ در این بازار من کمی گفتیه که عرق میکنم ده خجالت میکشم خیلی کمچخیل میتواده مثلا میشد که بازار مردم نه اونقدر با همین کامیرا شناس از یکی هم طرفش کامera طوری میکنید تو منو چه بسیام کرسادی تو این و پوله شوله گفته اگه گپی خطا میزن میبینید که از کاری کردگیتون خطا میشه و همون خاطر نه اونقدر خوب در بزرگ نواز منم. بار دیگر روید من خبرش میتم انشاءالله خدا خواهد اگر نصیب کنه شاید بعد از 6 ماه با همونجا رومون اگر نصیب کند اگر حیات باقی گذارد ما را و شما را در همین افیر با هم ملاقات کنیم اگر حتما رفته دوست شما رو از نزدیک نوار میکنم دوستان و دوست شما میشه دوستی ما. زنده باشید. هنه کجا بازی گازده کار کردن شما خدا خواهد کلینتال زیاد شدن بگیرم هم تو دلو من شما کرده بچه ها رو سخت سلام گرد میونار سخت بندن کار زنن هم تو بهترین تمنیات. حاضر در بالینس هست یا در خانه تان؟ راست گرد نه آمدم حاضر در دوکان نکروزیان. اگر نکروزیان شناسید که من دوکانی محصولات های این ماشین دیا افتو زبچه هستی واقعش در همین سامانیان در بین سامانیان زرفشان قرار دارد. همین دوکان برای تمام نمودی زبچه‌سازی این ماشینایی که در همین منطقه خودمون میگردن و این گوشه گوشی سکوترها است. کسانی که سکوتر دارن میتونن در همین دوکان زبچه‌ساز رو خریداری کنن دوستان. واسه گپ 2 روز شد که دیروز آمدگی بودم بعد نماز جمعه رو در پنجشنبه خواندگی بودم.
عادلبک سلیمov سلام برادر، افیر روز پنجشنبه چهارشنبه تون ندیدیم، افیر کردین بازارا را. نه دوستم، گفتم که روز جمعه نماز جمعه رو در پنجشنبه خواندگی بودم، یعنی که از همون فیزلیچین زمرد آمدم، در همونجا بودم یک 12 روز نتوانستم روز دیگه برای دوستان نوار کردن. اما بخشش میپرسم که 2 مرتبه همون چی گویم نواریمون نشد در همین چهارشنبه بزرگ. زنده باشن. عادلبک سلیمov دلاور شریفov سلام برادر بچه های یکترینبورگ، زنده باشند مردم یکترینبورگ که بسیاری ها از خبر از یکترینبورگ و نمیدونم کجا که دیگه بود بسیار همونجا می نویسن که همونجا هم گفته. زنده باشند دلاور شریفov. و فکرم حاضر وقتی خواب است در همون منطقه های شما اینجا تاریک شد، روز دیگه ما بعد از نماز شام اینجا شتیم یک الهام آمد که با دوستو یک ملاقات کنیم با طریقه من همین افیر که در شهرهای روسیه. حاضر به فکرم وقتی خوابم شدگی است، بعضی حاضر پیچاندگی خودش دارنی وای با کورپا به دراز کشیدگی است یا خیلیش افخواد پخصده. کسانی که افخواد خورسادید به همتون اشتیای صبح. زنده باشید. عادلبک سلام رحمت برادر، برای جواب من هیچ کدام که افیر نکردید حقانی های کجای باشد الله نگهبانتون باشه. رحمت برای تمنیات خوبتون. خیلی خوشحال میشم از چنین شخصیت هایی که برای ما افیرهای خوب کامنتاری خوب می نویسن. اصلا بعضی نفرها راست گفت چندین نفر شما بلاکیراف که کردیم نمیتوانند و ما چیزی نویسن. مسجد 12 روز دمگیری چند سوم از خود میشد؟ راست گفت اونجا زویسیموس از نرخ و نواش از همون کامنتاش است، از طرز همون خانه ها است. مثلا هست خانه 3 نفره 125 سومون از یک روزش، هست خانه 2 نفره 146 سومون یک نفر، هست با پولو لوکس 200 چند سومونی هم خیلی خلق نغمه هست. و بعضی از همون لیچینی ها هست، همون لیچینی ها را گویم پلاتنی هست، مثلا نیشه 10 سومون نیشه 20 سومونه هم خیلی هم همون خاطر اونجا همه خیلی 10 روز مثلا 12 روز من دم گرفته باشم 146 سومونش رو خوب رفتی. خب با خودتون کلکولاتور میگیرید ضرب تقسیم میگیرید چند 1700 بین چند قایی شد یا سید سهراب سید زاده سلام علیکم. علیکم سلام. مسجد در یکترینبورگ حاضر وقتی کور اوه در کسب کارتون خداوند برکتی نکنه. مسجد داوود جمعه سلام باشی، شما نیز باشید در این دنیا. اینجا خدا خواهد دکان بسته ایستادم به شما همون چیز من گفته که بینید ها همون ارچه را ارچه زکلیوکن اونو ارچه المقیم پول اره زیرش میبینید که میدارو محکم فرق شیفته دارم؟ نه اینه عقیب چون تم نشون دادی که اینم داره
اینو نه. عرچه نه ایگون تش نیست. вообще دیگه نکو. نه حال نیست داوی روش. بس چه خیلی میکنه میکره. میامد. از کجا میومد؟ نه استوب نمیشه این هم تو رفتن میره هیچ هم داره. این میامد تو خونه. اوضاع نیست میکنه با چیز. پیم بوری نه؟ نه و اینجاش هم خیلی نه پول نیم خیلی ارچه نه پشتش هم خیلی این خیلی نداره هم خیلی پول رنگ ارچه زیرش مینه و درون میبره همون ارچه هم میخپنش ماشا فکر رو تشکیل خدا وای با چی گپ داشتم وقت میکنه بگو اترچم تدبیر درون موشی هم مستی دیدم وقتی سلام این تقسیمانو شدیم سلام وارم تریس دادم نشمسیم یا برای خاطر رکلام هم که در جا پر نگیرین گیره بر بهتر داد هر کام مسافر داد دوی مسافر مستجر کرد هم تو برم خیلی هم میشه برای تلفون رو بیزیر نمونه تو با تلفون خیلی بخوام نهی جا ندیدم 730 14 14 اوز من در همین دوامی و میگویم رقمی تلفن یکو زنده باشن مردمی که ما رو نگاه کرده خیلی در کجایی که نباشد 730 14 14 همین رقمی همین دکانی زبچست فروشی نکروز جانه زنده و سلامت باشه خیلی هم خیلی کسانی که ما نیا کرده سوید میتونه نبرد از افیر ما ولی دوکان دیمنگی میریم یعنی وای پرودکتوی زنده و سلامت باشید من نه برای کی آوید آجی این خدا خلق میشه خدا خیلی یعما نه سیگار یک مدتی که فیزیچین رفتم این همین ماشین ده وای دادم ده سوارکه باز یک تکاش کمی شدگی بود کشی که همین صحرا می رفتم خوک می در اومد الحمدلله با کمی هم باشد استا هم تخسنزی بوله بوستان انده همونجا تعمیر کرده دو درست گفت امروز خیلی مستی زدم درون سالانه به خاطر اینکه هم شما ایزولیت شود تیپا و هم اگر ما دویم خیلی اوپ شود اگر زنگ نزند گفته همون مستی که زدم راست یه رنگی تقسیمانو شدیم سرم درک از بوی همون چی میگو ماستیک و ماستیک من با بنزین عرلش کردم بوی بنزین هم اینچنین هست اما سری آدم کمی گرنگ میشه دوستان اینجا هم سردار گفتن که سلام علیکم و علیکم سلام اکوی سردار زنده و سلامت باشه خدا شما رو نگه دارد اکوی سردار حالا سیاب کنال عباره کنال گذشته دارم این میگویم بانه سوله فشق پوری آب نیست نمیدونم چی گم باشه این سوله خواهد آب کنال پر نشسته ده مسجد توریستان شبه اوه خیلی خفتن شسته ده دوستان
بعضی نفرها خفتن افسوده. طاهر جان تاختمه نامر خودتون نگفتید. رقم خودم واتساپ دارم 92 3 تا 1 91 82 واتساپ 92 3 تا 1 91 82. سردار رحمت اکا زنده باشه سردار جان. مسچو و چی نمیگیری هست نمیگری ولی یک دو روز یک چرخ زدیم تولی کار نبر آمدیم. حاضر ببینیم چی گپ کار است. خیلی روزی گپ همین منطقه خود با همین روزی گذشته گویم دو تا غمگینی شد. خیلی غمگین شدم. یکی از همکارم اکای مرسلیم بودن خدا رحمت کند بندگی کردن باور کنید. خیلی من شدم خجالت شدم چون که همکار بودیم در بیمارخانه بستری شدن. انا امروز میبینم انا پگه میبینم دیگه هم نتوانستم همون اکار در زنده بودنشون در وقتی بیماریشون ملاقات کنم. باور کنید خیلی دلم به سخت رسید. گفتی همون خوشنده ها میگوید که دلتون سخت گنده نشود. میگون دلم خیلی گنده شد برای خاطری همین اکو بندگی کردم. اینجور اکوی نرزلو که در توی من توی همون نکاهی ما بگویم وقتی اویل داشتم آشی توی همون کس پختگی بودن. خدا اون کسم رحمت کند. یک مدت بیماری قلب داشتن جان به جان آفرین سپاریدن. در یک روز با همراهی همین اکای میر خدا هر دوشون جاهاشون جنت کند. بریخی رحمت شایسته جنت گرداند. دیگه از مسشو اولش تینجی آرامی است. این تینجی آرامی خودش یک نعمت بی‌بهاست که وطن تینج آرام است. تینج آرامی وطن فایدهش بر مسافرها آن است که دلهاشون آرام، یک گوشه دلهاشون آرام است که زن و فرزند، پدر و مادر، خویش اقرباشون در تینجی و آرامی عمر به سر برده ایستادند. ببینید که در دیگر جاها خیلی جنگ، کشتار، مردم همه در تهلکه و همه دارند. و همون خاطر باید به قدری این صلح و ثباتی که در این وطن عزیز ما هست باید رسید. باز دیگه 4 نفر دیگه هستید. خدماتون و حسنات خدا شما رو نگهدار باشد که در همین افیر ما رو نگاه فرسودید. البته همون در اومدن هم تو نگاه کردن شما برای ما یک الهامی تازه میبخشد که هوادار داریم گفته. طاهر جان تاختمت هر دوشان را خدا رحمتی کند، جاشون از جنت شود. رحمت برای تمنی خوبتون بر برادرتان. یکی البته ما همون برادر هستیم، تاجیک و ازبک و میدونم کسی که نباشیم. خدا همون ما رو نگهدار باشد.
Tanker mala. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Borozuram vazmet. Farruxjon kinje Aminjo va Farruxjon assalomu alaykum. Kinje rahmet. Kunim koro. خود حل میشن چی می‌بینی؟ دکان احرار خوجی ولی درم نشناسید کو همین که از احرار خوجه سلام علیکم. خود دیگم ازبکستان شما رو شناختم. رحمت سلامت باشه. زنده و سلامت باشن. دکان یکای احرار خوجه برسیدیم. چی؟ نوتریلا؟ نه اونجا اینستروکتش هی که سیگه نزدیک کرسلو ها ما با اومدیم. سلیم علم هم گفتن که کرسلو تایی میکنم نمیدونم کمی میمدو کرسلو برکی هم در جای نو شخصیت های نو خوش آمدید دوباره دون صفو احرار سخت سلام گوید سلامت باشم بالا پشتوشم عجایی خیلی من دیلاتون یا با گم زند کسانی که در مسافرت هستید دوستان سلام آتشین به احرار خوجه نورالی احرار خوجه را سلام گوید چطوری شما یه خوبه کرو دورم از نوه بچه بختاتون شون بودن ها؟ بازار اینا میشون بسادیم من چی میدم خودم میشون بیا که خود دیکم کره بچه ها میشناختگی ها باشه دم یک کار حتما یک دیل لایکور از نید بچه که کره هم دسته گس ولی خود دیکم کره سلام علیکم. با اکم تلخینی که کره اما شاگرد همدی شبان نمیتونی دی من خیلی نام خود نام روسیه و چه که گردونش خود نام روسیه بودم نه باید نامو تمام چه که بودم های تابلو شد عزیز که عزیز نیست اکتاد خانه با بودن فهمیش میامده من مراودم شما که پیلانو آقای شدیده سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله من کسی هم یک کار میشناسه حالا که پخته تربوز ها خیلی شد یه احراخوی تربوز چند سومه؟ کیلوش 5 سوم یک کیلوش 5 سوم بوده تربوز یعنی ازبیک سرخمداری هم؟ همین خشت بار ازبیکستان ده ترسنزاده؟ نه اون بیا فهمون دوشنبه این از طرف دوشنبه یکو خشت بار دوشنبه مردم رایت شد کار کردن مردم رایت شد بگیرمونه رحمت کیم خیلی غمی ما رو میخورونه برای ما راست گفت سیزان از طرف دوشنبه امون ترسنزاده هم بلا بتر همونجا میبیاد با سیزان تربوز مسجد میشد با بعدا مسجد تمام کشور با تربوزش تعمیم میکنن گلاس چند سومه؟ 20 سوم کیلوش 20 سوم بوده است کیلوس شاید و دنیا نون دون صفا میگم این کی باشد اخیر در همین مگزین نکروجان بس شناختم تو که دون صفا باید دنیا استیمول از استیمول کار میکنه
اونیست این برکی آوید کاره اینه زردالو مگون اینه کانی بادام یا تخم اردک میگود فیضی محمد دو تا خریدم سه پای گفتی نمونه چه وقت خندیده بس کردم دو بار خدا تا کاره موتور شده شما بخدا بخدا عمرم تو میگم بخدا اقوال نشون از خدا و پروگرام خدا شغل میرم من هم کارم میرم شغل میرم گودی بیام فازی من درش شونم شغلان شونم میکنم من دارم بخفنه چون تا با مولا خانم خوبی سو یار گیرد بنده شد نه روشن دیگه باز رسول با مال نمیخونه که باز میخواد همین روز خودم به فکرم 5 سامانی خریدم از مگزین سهراب جورابک حمیدov سلام علیکم مولان سلام گوید احرار گوید زردالوی برگدی ده زردالوی نه برگد ده جر لوخه جر جر طاهر جان تخم زردالو در باران ماندگی چه حال دارد اشتهای صاف از زردالو میگوید این زردالویی که نقشین است توچکی دارد و در زیر باران ماندگی هم خیلی میشد من میخواستم همین چیز پرسم من راست گفت اکای طاهر جان تختمتov این برای شما رو خرسند کردن نه اصلا گیره من از همین مردم ازبکستان خیلی منت دارم مثلا تمام سکرت هایی که چی در ساحه کشاورزی باشد چی در ساحه مول پر چرواداری باشد و چی در ساحه تکنیک و دیگر چیزها باشد که میفهمونند رولی کرده میفهمونند مردم لیکن هستن شخصیت ها که وقتی که کار کرده اگر رفته در سر کارش بینید اوست یک درجهش می نشیند که مثلا کار دوام میتد که کدام کار یا نگیرد گفته لیکن من منتدار هستم از همین مردم ازبکستان و اینچنین مردم روس که تمام نمود چیز اگر در یوتیوب میزنید میبرد جورابک حمیدov گفتیان که مولانا گوید موماهی نه در فرمای افیره برد بچه اکا من کارامه زنوم خرد نگیرم جورابک حمیدov چطوره سلامتون خوب است چه حال داره در انگلیا عبدالستار قطی شما یک میبینم عکساتون پهلوی هم بچه ها رو از نوع ما سخت سلام میگید مردمی که در انگلیا هستن زنده و سلامت باشن سسد نقص دم گرفته خدا را شکر الحمدلله خدا را شکر طول 12 روز اونجا دم گرفته آمدیم دم گیره خیلی لیچین کنم برای ویتیژن آبی داره در اونجا به همون خاطر رفته لیکن همین فیزیچین خود ما را هم نازد عبدالرحمن حکیم زاده سلام علیکم نازد تینجت خدا را شکر الحمدلله با دعایشون نه جدا شدیم
جدا شده خست در کجایی که باشه خدا نگهدارش کنه. تربوز چند سوم شد؟ کیلوش 5 سومون اکو تربوزه اکو وی در ترازو میمونم با معلوم میشد که در ترازی نه یا این نموری کردیم الارور میته میپرتن دختو میخرین تو شما میکنم خوب جا بوده اون تربوزه که مونه دوله ترازو همون رنگیشه این اونا اون چند زنم بوده؟ 5 41 سومون 65 گرم من این تربوز از توفی فوتبال کلان است همینا لارا راضی میشن 40 سومون در کرشو بردان مونه در جسته 45 سومون بوده جوربه به پرتم تعمیر زنه؟ جوربه این که چیز گوست سه داری؟ پرتم همین تو یخنه ایدیا بابی خونون اینه کی کیلو چند شده قرار نه؟ هم تا مونه تا تغییره در همون ترازو میشو سی نه پنزه دیگه؟ السلام علیکم و رحمت الله زیاد خوبه کاری ما سال نشنی بدتره استنافکه میکنیم ماشاءالله الکتریک هم گویه تیپا و تروز کمتر خامه تازه نپخته است حکش که نمیدونم دیگه پخته است نپخته است نیکی نزه ها بینیم چورش کنم خومه ما در رمزو کشتم شیرین نه مهمون عزیز ما گفتن که این نصب پختگی نیست شاید این رنگاشون هم خیلی باشه از افتاب نخوردگی لایق کم نما کمی همون فیزلچه زمرد رفته بودیم به همون خاطر کمی کم نماشیم از دیگه به همون جرم می نمایدیم شفقی نمایدن داشتیم لیکن همون موج اینترنت دست نمیداد که با دوستان ملاقات کنیم زنده باشن دوستانی ما که ما رو نگاه میکنم مالجان چیزی خوب بساده سانتون خوب است لازمه تلفن دوخه کامera داره زیرش بزیر نشون میده پامی تشکا برنگ ما بوده چند سومایی این سه خبیل تحصیل بسیار زیاده ده پامی هم دو ویش داره مایی فعلی داره ساعت پامی نشون میده ده پاپکی زرد ایکو سامسونگ ها نه این ردمی هست همطور خیلی شما اینجا پرادنیک بیایم قنو خاتم شیرین جواب ترشا این دیگه بزنه ها شیرین اصلا بخواد ترشا این ردمی هست ردمی چنده؟ نوت پرو 11 چیزه هم خیلی نه کامراش تو واهمی توفتن سیوم کش خیلی سفت بوده سفت بوده با فول نیستن با فولش نمون که با وحشه فولش چیده؟ مثلا مکسیمالی اینه تو مادر فوران همین چیز زوره رسو زوره دیده مثلا وار باور کنید همین گند زوره دیده من کلی کارم هنگام دیده که همین کارم گند زوره ولی همین نکی خیلی بیار شخصی هم نمیتونه نه خیلی نسیب کنه
اکوی تاجدین سلام گفت سودیان یکی بلچکی ویدیوهای شما زنده باشند. اکوی تاجدین جوربک همون این چی تربوز است؟ زلطای تربوز در انگلیا ارزانه. در انگلیا بسیاری تعریف میکنن که با یک پول کم خیلی چیز خریده میبرن میخورن. واسه همون پولی که بازاره خود ما میبریم دو پکیچه میشه. بسیار خواهم شکر راسته مشکل پسته مشکل بالا و بتر ایسوزو نشد. فکرم ارتمونی صبح نرخو اینجا هم برابر قریب که مقایسه میکنم با وضع روستو میپرسم قریب که نرخو همون دولت ها هست. Après, maintenant, quand je vais ma scène, donc là, on est chez Maïla. On est chez. Aïe, le quelqu'un ou اقبال سلام علیکم موجود چخیر شما رحمت سلام علیکم رحمت اقبال جون سلامتون خوب است اقبال جون شد نشناختم شما را خوش آمده کسی که نباشه دوست دارم واسه طولی یک ساعت شد که با دوستو هستیم سپانسر تربوز یافت نشد می تارت خوردن ها دیگر بود اکد نصیب حالی استی میشد همش میگون که به مقصد میرسد جویای کار آهسته آهسته خدا شال سیکین باز سپانسرها پیدا میشن خدا خود هم مشتغل میشن اقبال ما از زرافشان هم گفتیم زنده باشین مردم زرافشان این مهمانو همش بچه زرافشان اینو کنون باید طول یک ساعت میشود با دوستو ملاقات کردیم فکرم ربانی بدلزاده یکی از دانشجوها در فدراسیون روسیه خدا نگهدارشون باشد بلیم در چه حالت در چه ساحه‌ای که نمی خوانن خداوند موفقشان گرداند یک متخصص خوب شده برنامه کشور عزیز باشته خدمت مردم کنند ربانی بدلزاده اینجا صدر دین کارو دوزگران من خیلی هم برافته در رسیه چند کیلو پیاز 5 کیلو پیاز بعدم میگی سلام علیکم مفتیان فرخزاده محمد زیا شاید نامتون شناس میتوابد یکی از کوچه ها به فکرم به همین نام باشد در کجا یک
همون تابلوی نوم هم خیلی خواندگی بودم دیگه. محمد ضیای فرخزاده بود به فکرم در گوشه دیدم. رحمت در مگزین اکای احراره بله دوستم. او می مگزین اکای احرار کجا؟ آه ممنون گفتی ایرانیا رحمت. واجی برای چی ویدیو نپرتافتن کم شد؟ اول از این خیلی ایده نیست. دویم از راستی من هر بار بازارا رو میپرتافتم. همین طول 12 روز نبودم در همین منطقه مسجوبه، به همون خاطر نوارها نشد که شما ببینید. اون کوچه به نام فرخ بک زیایب دویمش است که گفتم که همین نام شما با کدام کوچه مطابقت کرده. من با همون کوچه بسیار میفرم. من دومو دیان همون کوچه دیا. سلام گوید رحمت. ماست پیاز ارزون شد در تجیکی را دیگه 5 سامانی بود. حاضر نمیدونم چند شده باشد. در اسفر پرسیدگی بودم 5 سامان بود. گفتم چنده بولو؟ گفتم فرومیرا ردنه برای سلام به حاجی صدرالدین. کدوم اوجه شما رو شناخت؟ صدرالدین علیکش گره. بیا علیکم السلام. ردنه برای سلامتی دید خوبه سلامتی. بعضی ها رو از طریقی گبزینش رو میشناسید یا؟ مثلا پیاز چند شده هر خوجه؟ 2.5 سامان شده؟ ماشاءالله 2.5 سامان شده است. کرشکر هم گوش شیریم شده. کرشکر یک قیاس ده. کرشکر 5 شیرین شده. مولونی 3 ساله بلام. معروف جان قاسموف سلام سلام عینان بچه های مسجد زرافشان مسکوا زنده باشید. مسکوا زرافشان. محمد جان فضل بوجه سلام علیک. که بودون؟ خوب جا بوده. بوجی داره؟ کیم بوجه صدردین نیستن که دیگو بوجه تو فرخ هنومش. نه ها؟ در همین سخن تنیا رفشنی می انداختید محمدی و فرخ زاده. اینه کنمش باشتون باشه. همسایه رو پرو ردنه برد همسایه رو پرو. زنده باشید زنده باشید بوجه. من حیران شدم که این کی باشد. این بوجی من محمدی فرخ زاده. سلامتیتون خوب است؟ اینجا چی حال دارید؟ خونگی و فرزنده هم نزن؟ خدا همتون نگه داره. نه پروسا اینکه مستعار دیگه بوجی شما اگر نه شتایی چی ویزیت اومد مزبوط شو. این نکروز برفته نمینم پیلیم شمارم پیش اومدی کردون تیه دو یک هفته یک چرخ زده بی به صدرالدین ردنه برد به صدرالدین. یا اکوما یا دودرم شما سلام داره. همسایه روپرو گفته روپرو شما ماهیم که زشم کسی یا اکوما یا دودرم. خیلی کسی که نموشه اکوه دودره خدا نگهتون دارد. مسجد تنجیه نغز دم گرفته در زمرت. بله دوستان با دوهای شما اما رسیه خیلی کشیش کرده در گوشه که باشید ما همیشه دعاگوی شما باجه
یک بنده الله. السلام علیکم از یکی ترمون اکو خوبه سازه خدا رو شکر. گلمراد سلام علیکم تاجیکستان با پیش. گوشا سیزم مخلصه تو های انا صاحبکار انفرادی اخدی کم یکوتیا یک گوی دارست نمون تربوز چند پله 5 سامان کیلو شو زمین برف شیده 45 سامان برومه دمگزینی مزوفی با نه خود دپش من بدم اصلا برام اون کردم اونجا فرام دادم حال فرام مولا آنکه رفت پیش ندارم من با اونجا دیگه گم شدم میخواد برام بینه تو رونا گروه گم شدم برام اون برام مثلا مثال نشدم برام سلام داشته نگه من دفتر اما افرا هیچی ما کم نمونده زمرد نازم گفته الحمدلله نه نه بروم رفتن اون کسر رو سیمه اصلا بین یک بنده الله اصلا احرار خوبن خیلی سلامت شون نویسید که باید نازن خدا رو شون الحمدلله خدمتی مردم کرده گشتن همینجا خدا رو شون که اونجا تاکسی خودم حساب کردم پنجشنبه تنور نون دارد بخینش کامل دیده لیمون کشیده؟ این بخینش همین تنورای که بخین تنورای خونی و سامبوس میپزم اونجا که الله خلافا من با قریبی رفتم دیدم اونجا ادش پردل ها ریخته اونجا با انمق خونانش برداشتن بخدا یعنی انمق جای بود یعنی مایده جا من ما قیدیه به فکر نمید باری که بود باری میخواد نکنه همین نبرارده بود داون شد 2 کلام مثل اروپا شکل نیمه شده گره بپوشن ما در 10 ساعته که نمیدونم چرا خون بپوشن همه خیلی کرده به خدا میبینه که در دوران تلویزیون بوده در کرده پدول خونه کرده پدول شد همه قیمینه بلانش بخور پدول گلمراد سلام علیکم صدام حجر سلام از نام من شاگردا بسیار نه؟ گوشا ملده شما بود؟ بیا نقل درباره ملده شون چکل بدم؟ این همون چیم سنت دیدم در پشت درسی بگفتم گیرم چم رو بگید اکسلا برگم بود نقلش هم تیکم خوب بدش بگرد ریگر پیروان نرم صدردی اونجا سیگرت چون گفتن در پراوه پیر قریب برساتون نگرفتن گل برو خوب جا بوده من بیا بچه به دوبای کسی من آب شیزی میام گرم دارم خوش به حالتون همسایه ها در وطنید ماشاءالله سخنه خوب از دیگه همه ردنه برد بشناختم شما را در واتساپ من نویسید که یک 31 91 92 31 91 82 اما سخن از گوش افسر زرمین مجلس یکی بیرون از وی است
گوشه گوش اول تسبیدم محمد کبیر تینجا سلامتون خوب است چیال داره 5 سومون این همین 45 سومون کبیر شونایی همین کس 45 سومون میدنده اول در ترازش مونده براد اینترست چند سوم میبرد گفته مونده 45 سومون برام خیلی که دوستا رو میشناسیم جا دوسته که سخنی نقض می نویسن ما حتما اونها رو میشناسیم بداخی پگه یا ایگو خیل غایتو های کنم اوش پگه ساعتی 10 مرمت کنه الانومی از شما کردیم عجب سوال داده نگی در مگزین اهرالخوجه حشم شکرخان شکرسه با رنگ گرگه فوتبال صورتی گرگ خوش رنگ گرگ نگه کرده بچه که میشی؟ بچه مرزه زرافشو میشی؟ بچه مرزه یوسف نمیشی که؟ معلم ایدیت دروشن معلم احمد بعد فرام گفتماش کم کردی گفتماش که باید مریض اکران نمیگم دکتر چیم یا بودی در وای خفیده در بازار وستاش اینجا کن همه خیلی هم ما به خبر مندره همون زریت کم میشه 5 سومو اکران نگم نشونده بخورو زد برات بیام من میگفتم بیده پاتاسیم چونکه 1 ساعت 20 minut شد من در اینجا هم مسجون 90 احمد استاد ظهور اشور کله ترمز چند کن 5 سومونه کن ها؟ کرچل در تامین در ترازی موندیم 45 سوم برونه گلمراد منین صدام گنده ناز بوده همه را موده بیرزوی من میگرفتم بچه های دستگیری کردم بچه ها دستگیری کردن که صدام برسیه شما رو نگیرن دروش شناس بله دوستان خیلی که اولوتاتون هم میشناسه شدیم شیر محمد زیای رهای جوانان که اسفل میشه 2065 راست گفت البته نمیخوام شما رو مایوس کنم با این گپم وقتی که اگر گویم که گپ هست که اسفل میکنن و یگون خیلی دیویژن نکند برای همون اسفل کردن این معنی دارد که هم تو گپ ها هوایی و میکنه میگه هیچ کس حوض نمیاد برای شما مه گیر اسفل گوید و یگون تشکیلاتچی نیست که مثلا گویم همون کار تشکیل کرده باشد اینه که خدا دعوتی مردمی زرافشان زیاده کند که واقعا در یک مدتی کوتاه هم پول جمع کردن هم اسفل کردن نوش جاناشون که مورم تا یارز گپ زدن ما به همورا برامدو فرمده هم میگریم صحرا زنده باشن در وطن چی نویگری ها خدا
وطن نگهدار باشد تینجی امانی فهمو راست گم همه خیلی ده اخی اون خیست دیویژن نکرسه گویم که значит فلونیا دو کرسیان اسفل میشه اسفره ها گراش یا سال یاد میشم اصلا منجده چرا؟ چرا؟ پلیس معلوم شاست دیگه هم موت خوبه دوستان عزیزمون ها حضر که مکتوب ده همین نوروزی به همه خیلی گفتن مکتوب میکنین چکوک میکنن حضر راست یه طول نکننش بعد تعطیل و معلوم بعد تعطیل با معلوم میشد که میکنن البته میکنن چون که لکه پلان به فرامودگی است لایحه‌اش به فکرم وای شده است مکتب ده حتما برای یادآوری از مکتب ده نوار میگیریم برای وقتی که او را از بین میبرن خودی معروف جان سلام علیکم از مسکو و علیکم سلام بر خودی معروف جان از خودی که مسکو استاد ظهور اشرف فکر سامونیان یک بلیچکی کلان سال دارد نامشون چیده خال مرزا چه با سراغ شو کرده یحیی علیف سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله شادی محمد زهرالدین سلام علیکم محمد جان سلامتتون خوب اهل خوجه سلام گوید تربوز چند پوله این همین تربوز یک تمونده 45 سامان کیلو 5 سامان بچه اسکمین سلام علیکم یحیی علیف زنده باشید شادی محمد تینج خوبه سلامتتون خوبه است چی حال داره در غریبی ها آی من میدیدش نیستم ما رکجا خیلی مگزین داره این مگزین احرار خوجه باز من نمیبینش کل هوا میتی مگزین احرار خوجه راز خدا بشو تحیی علی خدا رو الحمدلله ناز گشتیم همین زمین زیر کردم با اذن خداوند شما چی حال داره در اسکمین تحیی جان سلامت باشید 408 تومان در گرم 408 تومان توی چیزی که همه قرض دادی 450 تومان پردام شما شد کم 408 پرداشت نه کم پردام زیاد 408 تومان پرداشت نه کم استاد ظهور اشرف خلق سامانیان سرپل اگر یک میکنیم گویند کمتر پول پرتان همه جا را اصل مینه بله گفتم که یک شخصیت در کار با مانند اکوی منمی شریف تشکیلاتی بودن که برای ما هم یک قسمت در کلکی مردم سرجم کنده از مردم پول گرفته همون اسفلت بود کرد البته مردم دارد پول با دوی شما گشتیم خدا نگهتون دارد مسئله آب کانال 3 خوب است گم نزنید آب فانتنا چون که این نوار دا کانال 2 گردی آب ندارد آب در کانال 3 در سیار آی زمان کشم آب خراس یک پرابلم اینجور یک کانال پر آب باشد یک کانال دیگه واپسی آب ندارد کانال ها نوبت دیگه ندارد
نه نماز کنم بس کنم نیاز اودینایف سلام از ایرپورت کالتسو یکترینبورگ. و علیکم سلام بر مردمی کالتسو و یکترینبورگ. اینو 25 سوم هو هم جمع کنید 25 سوم چیول دارد نیازو؟ نیاز تمام الو دکان تام ساس خالد نکردم دول خلاص کی؟ گرم کنه اونجا کوشیده. شیر محمد اهرا خوجه خوراگوری دست صفقه میکنن. بله دست صفقه میکنن. شیر محمد زیوی شیر محمد که خالیه نه زیوی زیویفا اچین نیاز محمد زیویفا نه دیگه های خرما خونده زیویفا نامراتون چنده؟ نه این من گفتم 92 964 79 61. استاد ظهور اشار همو تربوز برای اکای خالمیرزا تد من پولش در دوشنبه سیتی میپرتم. پرتد میبریم دوشنبه سیتی 964 79 61. پرتد در ما گرفته میبریم. همین 45 سامان بوده. نه 45 47 تومن 47 سامان 47 500 سوم سامان پارته تو میشه 47 سامان بوده. نمرم 92 31 91 82 نیاز اودینای می واتساپ می نویسید یا چیزی اگر مو دو درکار باشه. استاد زهرا شو همون نگفتیم. انشالله مسئله آب خیلی بهتر می شود از پیشتر. امیدوار هستیم. البته تمام دهخان میخواهد که آبش خوب باشد که یکم خیلی کمبودی نشود، خصوصا در وقتی موسم گوشانه پخته. دعا میکنیم در آن وقت سیراب شویم و اون پخته ها گل و شانه هاشون نریزد، حاصل نریزد. با دوستان عزیزی ما اکای استاد ظهوره نوشه خالمیرزا رو یاد کرده. میشناسم به شما را اگر نامتون گیریم با سرسون نشون که کی باشد گفته. بله برگشتیم از زمرات. خیلی مکانی خوب بود، هوای تازه، علمین موسم گل شکوفانی در گرد اطراف. شیر محمد زیر توی میریم چسکی سه. کم نیسته شیر محمد اینجا خوبه. ما در مگزین اهرا خوجه هستیم هر دو.
بابا صورت دیدم پرتاب کنه بودم یا نه در اون پاکستان نه بخیلی فرام بوده بهتر دیدم حاکم رو پرتاب کردم در آه بچه خانم دیدم فرام بوده بچه خانم دارم میرم یه دفعه اولاتون باری کارو بختیار علیم سلام علیکم سلام آقای بختیار جان چطوری سلامتون خوب است شغل داره تربوزا تیار شده گیمی این تربوز اتمی دوشنبه میبیادن کلوش حوز دمی دوکن 5 سامان نمینم بود در دیگر جوها چندی باشد نیکی نمی دوکن با 5 سامان گفته ده همین تربوزی که حوز شما دیده 47 سامانی بود کدام چسکی یک انده کلخوز سامانیان رحمت با دوهای شما گشتیم خدا رو شد الحمدلله هم برش میگه هم تو بچه دارم رو فرد شد با بچهش نه جا شد طول 1.5 ساعت شده که با دوستو صحبت کردن راست که اولش ما گم نداشتیم می کامنتر رو میخوانیم با وبشه از جیم شده با رفتیم میخوام با شما خداحافظی کنم ارزون شده کنش نه وقتی ما خیلی هم بیستیم داره پریس چنده پریس که پریس نداشت کشته پریس درست گفت نمیدونم پریس چنده را خوجا؟ سلامت یک خوبه چند گفته؟ 22 روان داره 22 گفته اما راست گفت دیر روز آمدگی بودم من طول پریس ندیدم از همه دوکاندار هم گفت مول میخواد میگه 22 بود دفعه نیست آگو سبزی داره هر دوستا پناهتون بخیر سلام